حامد دانم حاج اکبر قبل از که بمیره یه وصیتی کرده بود که دخترشو بگیری. کدوم دخترشو؟ کبرا. کبرا؟ کمی بکن میام من دارم خفه میشم تو میدم غلط کردم تو رو قرآن. من کبرا رو نمیگیرم. اون وصیت منم هستش، باید بگیری. شیرم حلالت نمی کنم. آقا جون مگه تو ما شیر دادی؟ هلو کبرا سلام. کپه انگزه بابات وصیت کرده بود به بابام گفت بود من بگیرمت. بابام وصیت کرد گفت بگیرمت. بابام فوت کرد. ای والله چه بگیری شده. تو پارچ منتظرم میخوام بگیرمت. بیا تا به دادت برسه داشامه. ای بابا داشتم علاف شدیم. زنگ میزن زندانش کوبی ببین کجا مونده. زر نزنه زنده داشت. قرار گذاشتم زیر درخت توت دیگه. ای والله درخت توته؟ شاه توته. ای بابا. او مرتضی فکر کنم خودشه. داشتم اگه اجازه بدی من اینو بگیرمش داشتم. خفه شو. فتبارک الله احسن الخالقین. سبحان الله. سلام. میگم چیکار کردی با خودت این همه تغییر کردی؟ خیلی کارا. لیپو کردم، ترانسفر کردم، بازوهامو در آوردم، قبقبمو عمل کردم. می‌دونید پیش کی؟ دکتر حمیدرضا وفایی، متخصص جراحیه. خیلی خفنه، همه میشناسنش. میگم کبرا اگه میدونستم اینقدر قرار تغییر بکنی زودتر میمدم میگرفتمت. کبرا خره کیه دیگه؟ من فرنوشم. این چی میگه فرنوش؟ من این کبرا نیست. داشتم سوتی دادی کوبی داره از اون پشت میاد. وای من داشتامه زهرمار یه 2 تا لقمه کمتر میخوردی یه کوچولو تغییر میکردی. یا ابوالفضل داشتامه تا با کوبی خلوت میکنیم من با فرنوش اومدم یه کاپوچینو بزنم بیا. مرتضی داش منو تنها نذار. داشتامه فرنوش بیا.